روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به مستندات 9 پزشک شاغل در بیمارستان‌های غزه از جمله بیمارستان اروپایی و اسناد گردآوری شده و نظر کارشناسان نظامی و پزشکی قانونی نوشت نوع هدف قرار دادن کودکان فلسطینی نشان می‌دهد تک‌تیراندازان ارتش اسرائیل عمدن قلب و مغز کودکان فلسطینی را نشانه می‌گیرند. گاردین نوشت 1/3 بیش از 32,000 فلسطینی قربانی تهاجم اخیر اسرائیل به غزه کودکند. مرتب به بیمارستان‌های غزه حمله میشه و هزاران کودک زخمی امکان مداوا ندارند. خیلی از اونا به علت نبود امکانات درمانی معلول شدند. غزه فریبکاری ادعای حقوق بشری بسیاری از دولت‌ها رو آشکار کرد و هر کس در قبال این جنایت ساکت باشه و اقدامی نکنه فریبکاره. در انگلیس مادران به همراه فرزندان خود بارها با برپایی تظاهرات برابر ساختمان‌های دولتی و مجلس این کشور توقف جنایت و کودک کشی در غزه و پایان دادن به حمایت از این رژیم را خواستار شدند. در تازه‌ترین مورد مادران به همراه کودکان خود تظاهرات گسترده خیابانی در لندن شکل دادند. مردم فلسطین باید آزاد بشن. قتل و رنج کودکان فلسطینی باید به پایان برسه. دولت‌های غربی باید از حمایت اسرائیل دست بردارند و از نسل کشی فلسطینی‌ها حمایت نکنند. برخی نهادهای مدنی در انگلیس میگویند با اینکه اسناد غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد کودکان فلسطینی به عمد هدف تک‌تیراندازان ارتش اسرائیل قرار می‌گیرند، دولت انگلیس هنوز حاضر نشده است صدور جنگ افزار به اسرائیل را متوقف کند. روزنامه گاردین نوشت ارتش اسرائیل اکنون از پهپادهای تک‌تیرانداز برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و کودکان در خیابان‌های غزه استفاده می‌کند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.